سلام بچه ها، میخوایم بریم یه ویدیو بذاریم از ماینکرافت. خب یه ماه جارجوام و باید چند تا کار کنیم. خب حالا من مثلا این وسایل رو چند تاشون خودم برداشتم، چند تاشون هی داشتم میساختم، گفتم بذارید یه ویدیویی بذاریم دیگه. خب خب بریم، باید بیافتیم تو همون آب. بپر. آره افتادم تو آب. افتادم تو آب. شروع میکنم بابا، من نیفتادم تو آب. نگاه کنید از جونم نصفی شد. اینجا هم دیگه نیفتیم. نه اینجا افتادن نداره، خدا رو شکر. من کجا بذارم؟ این لحظه نباید پیش آنه شکست دیگه نه به در نخوره. هیچی نیست حالا، هیچی نه. از این کار نصیب بشیم و از زغال نصیب شدیم. اینجا هم آب هست. آره آب هست. بعد تو بیفت تو آبا و بعد نترس. یو اول با من افتادم تو آب. بچه خودتون دیدید دیگه، تو کارو نذاشتیم. درستی بد شد. ولی اینو بخوریم بریم بگردیم. اوه یه دفعه چیزی نصیبمون شد دوباره. او مای گاد. بیا ببینم، بیا اینجا دیگه. او مای گاد، من داخل تو دست. اون چی بود؟ اون بالایی گردم این آتاشکاله. برای الان که فهمیدم آتاشکاله هم نیست. تو رو خدایا به من کمک کن، به من کمک کن. آها بچه همونه بودم. حالا با این دایمندا باید چی کار کنیم؟ اول اینجا رو میکشونیم. دایمندا رو باید بکنم بچه. تمام شد. با این نه نمیشه. با این شاید شد. بدش به من دیگه. دایمندا رو زدیم به رفت. حالا دیگه باید دیگه از جونمون دیگه کم بشه. تو این ویدیو هر قراره وسایل اینا بگره. بابا رو اینا تشکیل دادن ها. احمق با من داری این کارا رو میکنی. دست خوردی هم تو میزنم میکشم. احساس کنم شب شده به این خاطر. داداش میزنم از یکی دیگه ازیتم نکنم. دارم میکنم کارینا میکنم. یه دفعه دیدی زرتیش اومد. بابا رو نصفه آماده باش ماما. نه هنوز آماده نباش. 2 تا کار دیگه میشه. باید این رو چیز نصیب تگت که این روی تو. یا اول پس نه سیب ندارم. سیب دیگه الان خوردیم. شمش رو بر میداریم. دارو کنار ما میبریم و یه دونه میذاریم. او مای گاد تو باید بمیری احمق. با چه حقی داری منو میزنی؟ نمیتونی تو منو بزنی. تو با چه حقی داری منو میزنی؟ یه لحظه بچه نمیتونید شما منو بزنید و بدش کنید. الان یه دفعه دیدی اومد و زرتیش همونی که میخواستم اومد. به من نخورد. به من نخورد.
داره میاد احمق. نمیداری میاد. من داری شوخی میکنی. شوخی بلد نیستم. دیدی تو رو کشتم. بابا من میگم شوخی بلد نیستم. بچه الان من دارم جنگ میکنم یا مسئله میکنم. یه بمیر اذیت نکنید. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. همین احمق مونده بود ما. اما مکسان امکانات داره میاد. تو اینجا نمیتونی بگیری احمق. حالا مردم و دارم حرف میکنم. داداش رو دارید اینجا بذارم. حالا اومدم. یه لحظه صرف کن. هر دو تا هم یه لحظه صرف کنید. این وسط بازی میدی. بازی نده ها فهمیدی؟ با من عصبانی بودم بازی نده. شنیدی؟ با منو چرا داری اینجوری میکنی؟ من احمد. ای بابا حالا این نوبت کیه که داره همه میزنه؟ یکی داره از کجا میزنه؟ تو از کن زامبی ندارم میزنه یا با این زامبی جالب شد. احمقای بیارزه ماما شوخی نبردی. 1000 بار بهتون گفتم ماما شوخی نداشته باشید. با من جنگ داری تو با منی منم با شنیدی احمد بیارزه پشت نورت من شد. باکس گوجه ها بعد با من یه باید در بیافتی. حریفتم دستت در نکنه. میخوام بیام تو بکشم تو رو. مرز دوری تو داری حال منو زدنم. این احمقا جونم. ای وای رب غلطی کردم اومدم اینجا. والله بلاک دارم. از بلاکی چیزی به هم بده. به درک برید بینم کنار. بابا احمقم برو کنار یعنی برو کنار. میپیلونی کنار من خودت. اصلا میخوام از اینجا برم. خیلی کسی اونم از اونجا بتونم برم بالا. از توی آب یه فکری بزنم. از توی آب میرم بالا. آب میرم بالا. یه لحظه داداش با من بچه ها نمیخوایی ما جرجو باشیم وقت نمیتونیم بفهمین تو اینجا چی هست. خوب چون که این فقط گیر میدن من رو میزنن. همه همونو میزنن. احساس کنم اینجا یه چیزایی باید پیدا بشه. احساس من اینجوری هست. احساس من همین رو میگه. باید اینجا هیچی نباشه. بله حدسم عالی بود. آره عالی بود. شما ببینید بچه ها شاید خوبه یه دایمن 1000 تا دایمن پیدا کردم. شوخی میکنم بابا.
پانسونیک بچه تو رو خدا یه لایک که حسابی بهم بکنید دیگه. یا نه من زحمتی کشم به شما ویدیو میذارم یه لایک و حساب نداره. هیچی نصیب ما دیگه نشد دیگه بچه. نظر شما چی؟ حالا باید بریم از اینجا بیرون که راه خروجش منم بلد نیستم. فکر کنم الان گیر افتاد. منظور شما چطوره؟ آره بچه گیر افتادی. منظور ندارید؟ منم ندارم والله گیر افتادی. نکنید این چیه؟ گولو پیدا شد. عملیات 4 ماهن پیدا شد. من شوخی نکن حال ندارم. برو ببینم کنار من الان یه چیزی آن مراز داری بزنم از پشتت. اینجوری بچه والله تو این کار احساس کنمش دایمن چیزی نیست. اینجا فکر کنم باید مواظب باشیم. هیچ جور نمیبینم کجا زمینه کجا نلحظ. حالا شو دونی نزنمت تا میکشمت من بچه تو رو خدا تو وقت که من خواهیشو کشم بهم لایک و ساب کنید. یه زامبی بهتون میکشم به قول بچه ها من خیلی مهمن ولی تو آشگالی. بچه خیلی به من مهمن یعنی شما. خب بچه تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب یادتون نره و حمایت کنید و خیلی قوی‌تر بشید و خدا نگهدار تا ویدیوی بعدی.